اگه تبلیغات نشه باید عرض کنم که ببینید از دو بعد میشه نگاه کرد. از بعد تکنیکال من گوگل جمینای رو ترجیح میدم، دلایلی هم بابتش دارم. اما از بعد عمق مطلب و کیفیت محتوایی که فعلا داره ارائه میده، چت جی پی تی در اولویت اول قرار میگیره. دلیل هم داره، به این علت که چت جی پی تی خیلی زود منتشر شد، زود ریلیز شد و تو این فرصت تونست که خیلی خوب ترین بشه، خیلی خوب یاد بگیره و با توجه به اینکه از اون تکنولوژی بازاریابی فریمیوم هم استفاده میکرد، خیلی گستره زیادی از دنیا یهو شروع کردن از این بستر استفاده کردن و تو این مدت تونست که بسیار بسیار دیتابیسش رشد پیدا بکنه و الگوریتم‌های پیچیده‌ای درش ایجاد بشه که تقریبا الان وقتی ازش استفاده میکنین احساس این که یه ماشین داره باتون صحبت میکنه خیلی کم دارید، خیلی به انسان داره شبیه میشه. اما از بابت تکنیکال و فنی در واقع هوش مصنوعی جمینای گوگل به این دلیل که زیرساختای خیلی قدرتمندی داره و داره تو حوزه‌های مختلفی توسعه پیدا میکنه، به زودی من پیش بینی میکنم که از چت جی پی تی عبور خواهد کرد به واسطه اینکه اول اینکه به دیتابیس خیلی قدرتمندی به نام گوگل انجین متصله و یک اقیانوس داده دیتا اوشن بسیار زیاد در اختیارشه و دوم اینکه به ابزارهای تحقیقاتی مثل کوپایلوت خود گوگل و اکثر ابزارهای دیگه که وجود داره متصل هست و داره از اون داده ها استفاده میکنه. اینا به توسعهش کمک میکنه. به عنوان مثال بنده میخوام یک هوش مصنوعی بنویسم، الان میرم تو پلتفرم کوپایلوت دارم کد میزنم. وقتی اونجا دارم کد میزنم عملا دارم دانش خودم رو به جمینای منتقل میکنم. دانشی که مثلا من در طی 25 سال آموختم و تجربه کردم رو دارم در چند تا کد زدن منتقل میکنم به جمینای و حالا این رو ببرید در یک گستره بزرگ جهانی و افرادی که تو این حوزه دارن با این کار میکنن. معتقدم از نظر فنی جمینای پیشی خواهد گرفت به زودی از چت جی پی تی، مگر اینکه چت جی پی تی یک الگوریتم جدیدی ارائه بکنه که بحث